بر زنی که در نکاح شوهر است، حق شوهر از همه بالاتر است. گفته پیامبر و امر خدا از همه قیمت زیدور و گوهر است. پس بدانید خواهران مهربان، بختتان در احترام شوهر است. حق شوهر برتر از امر پدر، دان که حتی بهز حق مادر است. هر زنی که حرمت شوهر کند، زندگیش را همه خوشتر کند. از خدا پرسند ملائک کفی او، ماهی و پرندگان هم بهر او، تا قیامت روز و شب گویند دعا، تا خداوندش دهد او را پناه. سلام دوستانی عزیز و ارجمند. راستی از مادران بسیار پرسان می شدیم که همین کلین کافتن آسان است یا دشوار؟ می گفتند دشوار است. چند قدر کلین کافتن دشوار است؟ چند قدر جوانان میگن که زنی نیست که مطابق و طبع دل من باشد. بعد میپرسیدیم مادران میگفتند که زنکایی چند قدر دشوار است. از این محله به آن محله، از اینجا به آنجا میروند تا کجا یک کدبانه است، تا کجا یک دختری برادر از کلین بکنند. من بعدم با مادران مراجعت کردنی هستند که مادران، بسیار مادران به دختر خود پروا ندارد، پیش دختر را تخم را پخته نمیتواند، بعد کدبانو میکاویم. آخر میگه مادر خود کدبانو تربیه کن، به دختر خود پروا نداریم اما کدبانو میکاویم. کجا دختر خود ما تخم را پخته نمیتواند، بعد کدبانو میکاویم. کجا یک دختری به آداب است، کجا یک کدبانو است که کلین بکنیم. هر مادر تصمیم بگیرد اگر کدبانو تربیه کند، پس بین خودی مادران آسان میشود. بگیم که مادر چگونه کلین میخواهی؟ میگفت با آداب باشد، این باشد، و پس دخترت رو همین گونه تربیه کن، دخترت رو همین گونه تربیه کن، پس بین خودی مادران آسان میشود. یک روز پیش بشنونید بگوید که دخترم تو به خانه بیگانه میروی، زیرا نمیدونیم چی تو رو در اونجا انتظار است. اولین کار میکنی در زندگی پرتاقت باش، برای هر چیز و ناچیز شکایت نکن، خوشبختی دخترتون رو بخواید همین طور. دخترم دومین کار میکنی احترام شوهرت رو به جا بیار، زیرا هر زنی که حرمتی شوهر کند، زندگیش را همه خوشتر کند. رفت و کاری را نکرده بالای تهمت شد یا چیزی دیگر، می شود کلین های کاسه می شکند یا چیز دیگری که او عیبدار نیست. کوشش مکن که اثبات کنی که تو به عیب هستی. خوب گوی سرت رو خم کن، فردا آن عیب که روی میگیرد میدونی چند قدر آبرویت بلند میشه در نزد خسرو خوشتامنت. گمان میکنم نقطه بحث است. قصه میارم از خارج، اگر خطا نکنم در فرانسه شده بود. استاد داخل صنفخانه می شود، همه شاگردان نشستند، اسپیرانت ها، یعنی که دانشجویانی که علاقه سن سالشان رسیده است، همه صاحب فرزند هستند. میگوید شاگردانم امروز به شما بازی میگذرانم. همه حیران میشوند. بعد میگوید خواهشمند کسی باشد مرحمت به نزد تخته صنف برآید، به نزد دستکش. خانم دست میبردارد، میگوید اجازت برو، میبراید به او برو میدهد. میگوید در همون تخته دستکش نام 20 نفر آدمانی که بر تو نزدیک هستند بنویسشون. مینویسد همسایه، همسین، خویش تبار، شوهر، فرزند، 20 نفر رو مینویسد. و استاد میگوید که از این 3 نفرش رو خط زن، آنهایی که در زندگی برای تو نه اونقدر مهم است. خانم خط میزند 3 نفر رو، باز میگوید که 4 نفر دیگرش رو خط زن. همین طریق 4 نفر دیگر رو خط میزند. تمام صنف رو خاموشی میگیرد، همه خط. همین طریق 4 نام میماند: پدر، مادر، شوهرش و فرزندش. همه شاگردان خط دیگر جدی شدند که احساس کردند که این بازی چیزی هست. میگه 2 نفر دیگر رو خط زن. زن دستش نمی رود. شاگرد باز میگوید 2 نفر دیگر رو خط زن. دیگر علاج نیست، چشمانش سرخ می شود، دلش پر می شود. پدر و مادر رو خط می زند. ماند شوهر و پسرش. همه خاموش بودند. با استاد نگاه میکرد. استاد گفت دخترم 1 نفر دیگر رو خط زن. زن
به گریه شروع کرد. دیگر خود را داشته نتوانست، گریه کرد و استاد گفت پاک کن یک نفر دیگر را. با چشم گریان آب دیده نام فرزندش را پاک کرد. یک شوهر ماند. گفت گذشتیم. نشست گریه میکرد. اما صنف خاموش بود که چی گپ است. پرسید که پدر و مادری که تو را با چی زحمت کلان کرده است، تو آنها را خط زدی. فرزند که جگربند است تو را خط زدی. پس میشنویم تو را. حساب و دیدهش را پاک کرد و گفت با امر تقدیر گفت روز پدر و مادر میروند. امر تقدیر روز پدر و مادر میروند و فرزند هم تحصیل زن میگیرد. یگان جای دیگر با هر بهانه خانه گرفته از من جدا میشود، لیکن یگانه شخصی که در پهلویم از دائما زندگیش را با من تقسیم میکند این شوهرم است میگوید. همه بعد احساس میکنم دوستان گمان میکنم نقطه بس است.